فرق یکمی نوروز از همه سالهای نوی جهان، چی سال میلادی باشد، چی هجری باشد، چی چینی باشد، چی ژاپنی باشد، چی غربی باشد، چی شرقی باشد، در همین است که نوروز و یگان رویداد سیاسی، دینی، ایدئولوژی وابسته نیست. این نه روز تولد یگان پیامبر است، نه روز هجرت یگان پیامبر است، نه روز بعثت و مرگ و یگان حادثه دیگر یگان پیامبر است. زیرا نوروز این حادثه است که نوابسته از خواهش همه ما و دیگران در طبیعت رخ می‌دهد. بنابراین برتری اساسی نوروز از همه سالهای نوی دیگری تقویمی بشر در همین است که او ساخته یگان کس، یگان دولت، یگان حاکم، یگان دین، یگان مذهب نیست. این همین چیزی است که در بلندترین نکته او را قرار می‌دهد. مثلا همین سال نوی مسیحی که ما داریم، ما به تمدن‌های دیگر هم احترام میکنیم که از نظر علمی میگم. مثلا اگر تاریخی همین که چرا یکم ینور سال نوی مسیحی است، اگر نگاه کنید 5 بار همین دیگر شده. اول یکم سپتامبر بود، بعد پیوتر یک قرار کرد که یکم ینور میکنیم. با کلیسای مسیحی گفتن نه 13 ینور باید شود. با اروپایی و کاتولیک گفتن این 25 دکامبر می شود. 4 واریانت دارد. چرا؟ چون که اساسی طبیعی ندارد، وابسته به یک ایدئولوژی، یک دین، یک تاریخ، یک سیاست قرار میشه. یک شاه میتونه قرار کنه که بیا یکم ینور نیو 2 ینور جشن میگیریم. اما هیچ شاه، هیچ پیامبر، هیچ بزرگ نمیتونه قرار کنه که بیا همین نوروز 20 مارس نیو 21 جشن گیریم. چون که این نوروز خودش در گردش زمین و آفتاب و کیهان همون لحظه است که رخ میدهد. انا برای همین این بزرگی این اید و بزرگی این تمدن و بزرگی این ملت است که چنین یک دستاورد دارد. این نکته اول. دوم نکته مهم که درباره نوروز باید همه ما پیش رو بیاریم، طوری گفتم نوروز علم است. من میخواستم که با وجود همون زیبایی های تصوری اسطوروی خودمون، ما نوروز یک بار تکونیم از درون همین افسانه ها و روایت ها و اسطوره ها و همچون علم شناسیم. او روایت و اسطوره ها برای فلسفه او را شرح دادن است. نوروز همچون پدیده در طبیعت رخ میدهد، اما بزرگی نیاگان ما را بین که 6000 سال پیش، این معلمان محترم گفتن 6000 سال پیش همین قدر شناخت از طبیعت داشته است که گردش زمین رو، گردش خورشید رو، لحظه فرارسی همین حادثه در طبیعت رو شناخته است. این معجزه دومش است که ملت تمدن این قدر بزرگی داشته است که همین قدر 1000 سال پیش که هنوز ملت های جهان در صحراها سرگردان و بادیه نشین بودن، این آمده است رازی اساسی طبیعت و کیهان رو شناخته است. این بسیار مهم است، زیرا انا که بیرونی یک سخنی عجیب دارد، میگه که نوروز یگان وقت تغییر نمی‌یابد. در همین آثار الباقیه میگه که نوروز هیچ وقت تغییر نمی‌یابد. چی معنی دارد؟ یعنی که فقط وقتی تغییر می‌یابد که اگر ما قدرتی بازداشتنی همین گردش سیاره رو به دست بیاریم، انا وقت میشه نوروز من کرد. بنابراین انا قدر قدرت هست این نوروز. همین نوروز با همین فلسفه و بزرگی که دارد، امروز به ما میتوند یک خدمتی بزرگ کند. همین خدمت بزرگش این است که ما متاسفانه از فرهنگ و تفکر نوروزی دورتر شده یک ملت شدیم که
یک کمی تفکری بدیهی داریم، یک تفکری گل و بلبل و شمع و پروانه و لیلی و مجنون و همیو در مرکز تفکر من آمده است. اما نوروز که در اساس جهان بینی ما ایستاده است، پدیده علمی طبیعت شناسی است. بنابراین هر چی نزدیک شدن به نوروز و او رو بزرگ کردن، برجسته کردن، در مرکز هویت گذاشتن، برای علمی شدنی تفکری ملت خیلی مهم است. یعنی ما میگیم که برادر باباهای تو 6000 سال پیش طبیعت میشناختن، خورشید میشناختن، کیهان میشناختن، ولی شما شده یک ملتی که از این علم ها دور، ما مجبوریم قرار حکومت قبول کنیم که 20 ساله رشد علم های دقیق، در حالی که این ملت پدر علم های دقیق بوده است. انا همیده برگشتن در کار و فضیلت نوروز. بنابراین اگر یک چند مثال بریم شما بینید چقدر ما تفکری علمی داشتیم. حتی همین سوزنی های ملی که هست، اینا در همین لباس خانم ها میبینید، همین ماهایی که میبینید، این خریطه کیهان است که به شکل بدیهی کشیده است که اینا ماه، اینا خورشید، اینا در گردش ستاره ها، این اگر در گردش طبیعت. این اگر یکان معلمه رسول و اگر یک بار اینجا شما خیزن، شما بینید تمام کیهان برداشت. یعنی هم ستاره هست، هم افتاب هست، هم ماه هست، هم طبیعت هست. یک چکنی تاجیکی گویا که یک پرتریت، یک تصور از کائنات است. انا برای همین من میگم که چنین ملتی که طبیعت میشناخت، حتی اگر در همین روز هم اگر بر روستاهای ما روید، همین موسفیدان هر روز رو میشناسند. میگن من این چیله کلان است، اینش چیله خورد است، اینش مثلا 18 بسکوش است، اینش 12 کپ کرو است، بعد نوروز میشه، بعد حمل میشه. تمام سال رو ملت ما هر هفتهش رو، هر روز رو خصوصیتاش میشناخت. این یک تقویم بدخشان است که 366 روز رو نام گذاشته، خصوصیتش میشناسد. یا در درواز من رفتم یک درخت انجیر، همون موسفید میگه که همین درخت انجیر یک کلندر ما است. همین انجیر مخچه کرد، آهو بیچه کرد. یعنی میفهمید است که اگر انجیر مخچه کنه، همین وقت آهوها بچه میکنند. تمام پیوستی طبیعت میدونن. میگه اگر انجیر زرد شود، اکو تابستان جنبش میشه، اگر این شود این میشه، این میشه. یعنی به یک انجیر این سایش اینجا به پیشین، سایش اینجا به نماز است. یک کلندر ساخته است از یک انجیر. بنابراین ملت ما همیشه با طبیعت پیوست بوده است، شناختی بزرگ از طبیعت داشته است. همین رو دوباره باید برگردونیم. حالا ببینید آخرین مثال داریم که در این وخان وادی دوردست میرید، در لنگری وخان آثارخانه صوفی مبارک قدم وخانی است. یک صوفی در کوهستان دوردست یک سنگ سوراخ کرده، استرلابی شناختی نوروز ساخته است که از طریق نگاه کردن او به قله امو کوه بفهمید که همین لحظه نوروز فرا رسید. حالی امو سنگ هست، برو وردن در کار آثارخانه ملی اگر شود، چون که یکی از دستاوردهای بزرگ ملت است. بنابراین در هر محله، من در حصار است، در ورزاب است، در درواز است، کوه ها، قله هایی که مردم میدونستند که اگر افتاب انا اونجا رسد نوروز میشود. یعنی اینو با طبیعت، با رازی طبیعت آشنا بودیم. این میشد که بنیادی جهانبینی علمی ما شود و این بسیار مهم است. ما یک بازنگری در ارزش‌های خود باید کنیم، حتی در بزرگا، در قهرمانا. مثلا همین عمر خیام مؤلفی بزرگترین و دقیقترین کلندر یا تقویم بشر، تقویم جلالی. این سعدی گلستان چه میگه؟ اولی اردیبهشت ماه جلالی. یعنی تقویم جلالی، کلندر جلالی در دوره جلال الدین سلجوقی نوشته تیار کرده است. 2 سال با 80 ستاره شناس تمام جرم‌های آسمان آموخته تقویم جلالی آفریده است.
که آنمی اوزیر بعد همی که تکنولوژیا 12 ثانیه فرق میکنند. انا ما نبیره خیام بجای این که بگیم که خیام پدری استرونومیا، خیام پدری ماتماتیکا بردیم در کتاب ادبیات صنف 5 جوش کردیم، خیام 2 رباعی نوشته است. رباعیات خیام حتی 1% ایجادیاتش نیست، 1%. خیام ماتماتیک، ستاره شناس، پدری وقت. در نزد بینای سازمان ملل متحد در وینا هیکل خیام گذاشته است که پدری وقت. اما گفته که این رباعی سرای مشهور. بنابراین از همین کتاب ادبیات گرفته فوراً در روی جلد کتاب استرونومیا گذاشتن در کار که بچه ما میکشاید میگه که این علم ملی ما بوده است، ماتماتیک علم ملی ما بوده است. بنابراین اگر همین بازنگری شود ما بردی کلان میکنیم.